چرا یوتیوب فارسی اینطوری شد؟ خب این که این فکر کنم اومد با هوش مصنوعی، اگه اشتباه نکنم با هوش مصنوعی اومدش تبلیغایی که انجام میدادن و کاری کرد که اینایی که مثلا از ایران با فیلتر شکن میرن معلوم شه. مثلا هوش مصنوعی انقدر قویه، یا سریال مشخص کرد که آقا اینا بارن مثلا با فیلتر شکن با وی پی ان میرن توی یوتیوب و خب تبلیغ و اینا به اینا تعلق نمیگیره. خاطر همین خب درآمد تقریبا اکثر یوتیوبران خب چند برابر ریزش کرد. یعنی من خودم مثلا 30% ایرانی بود، الان زده 66%، یعنی 2 برابر شد. چرا انقدر دیر دارم راجع به این ویدیو نظر میدم؟ اصلا چرا دارم فیلم میگیرم؟ چرا انقدر دیر؟ به خاطر اینکه من امیدوار بودم و فکر میکردم که قراره به این زودیه درست شه، ولی بازم درست میشه ولی دیرتر، یه ذره احتمالاً 100% درست میشه. یوتیوب فارسی نمیمیره، نمرده، نخواهد مرد و زمانی هم که خب بمیره، یعنی که دورانش تموم شه، هیچ راه حل نباشه، شما میتونی ویدیو خارجی بذاری و یوتیوب فارسی موقع است که دیگه تمام میشه. میتونی مثلا یا همین ویدیو فارسی بذاری به انگلیسی ترجمهش کنی، خیلی کارا میشه کرد. و اینکه الان که خب این وضعیت یوتیوب و اینا معلوم نیستش، یه ذره بیشتر حمایت کنید، ساب کنید تا میتونید ساب کنید دوستان. نه تنها منو، تمام دوستان و یوتیوبرها رو. یه سری خوشحال شدم مثلا پول مفت دارن میگیرن یوتیوبر رو. داداش ما داریم زحمت میکشیم، طرفداری یا چی؟ اینجا جوابه. نه واقعا شما اینه یه بازیگر داری زحمت میکشی، باید بیای جلو دوربین ویدیو بگیری، خرج کنی برای ویدیوت، نمیدونم تامنیل، نمیدونم ادیتور، نمیدونم هر خرج دیگه حالا باید برای ویدیوات انجام میدی دیگه. همونطور که مثلا یه کسی که سریال میسازه یا فیلم میسازه به کارگردان، نمیدونم بازیگردان هزینه میکنه. فیلم بردار مثلا اکثر یوتیوبر فیلم بردار دارن. حمایت کنید دوستان، حمایت کنید، از ما نه از همه. هوا هم دیگه رو داشته باشیم دیگه، یعنی ما پشت هم نباشیم که نه مسئولی نه هیچکی پشت ما نیست. هر کی فکر خودش موقع ما باید پشت هم باشیم. ما ایرانی ها، ما انسان باید پشت هم باشیم. فعلا بدرود.